امیدوارم حال همه شما خوب باشد. خوش آمدید به کانال ما. اگر از هواداران ریال مادرید هستید حتما ویدیوی ما را لایک کنید و کانال را سابسکرایب کنید، زنگوله را فشار دهید تا هیچ خبر مهم از دستتان نرود. خبر فوری ریال مادرید: دنی سبیوس بعد از 7 سال در حضور ریال به صورت زنده اعلام کرد که از این باشگاه جدا می شود و این هافبک در مدت پیش از 200 بازی انجام داده و همراه تیم قهرمانی های مهم از لیگ اروپا و لالیگا به دست آورده است. سبایوس در پیام احساسی از هواداران ریال تشکری کرد و گفت: تصمیم من برای جدایی برای او بسیار سخت بوده، اما احساس میکند اکنون زمان شروع یک چالش جدید فرا رسیده است. باشگاه ریال نیز با انتشار بیانیه‌ای از تلاش ها و تهدید او قدردانی کرده و برایش در ادامه دوران حرفه‌ای آرزوی موفقیت نمود. حالا هواداران منتظر هستند ببینند ریال مادرید برای پر کردن جای خالی او تصمیم خواهد گرفت و یا در روزهای آینده آیا یک هافبک خوبتر از این پیدا خواهد کرد. شما درباره جدایی دنی سبیوس چی نظر دارید؟ آیا ریال مادرید باید جاینشین جدیدی برای او جذب کرد؟ نظر خود را در کامنت ها بنویسید. اگر از ویدیو خوشتان آمد لایک کنید و سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ، الله نگهدار.